ما با یک شعر مولوی خدا خواهد این قرائت میکنم دست شما و بعد شرحش میتیم. آغاز خدا خواهد محفل ما محفل سنتی است، محفل ما محفل نکاح است. این خدا خواهد بسیار لذتی خوب میباشد. یعنی مولوی دیگری در غزلیات خود میارن. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد. هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد. یک زنی مستوره‌ای کاکل پریشانش دهد. یک زنی مستوره‌ای کاکل پریشانش دهد. حضرت در این ایجادیات میگد اگر خدا یک بنده را با لطفی مهربانیش نگاه کند، یک زنی خدا خواهد حجاب داشت مناسبش می‌بیند. یک زنی خدا ترس، یک زنی خدا جو، یک زنی 5 وقت نماز خوان، الله سبحانه و تعالی مناسبش می‌بیند. هر کی را خدا لطف کند، خداوند لطف اگر کرامت شد لطف و مهربانیش بالای ما شما را جاری کند، یک زنی مستور است ستر پوش، یک زنی خوب، یک زنی فرمان بردار برای ما شما خدا نصیب می‌گردد است. برای داماد و عروس این شب چندان نصیحت هایی که بزرگان اسلام کردن بسند اینا خدا خواهد میرسانیم. الحمدلله این توی اولم برای شما مبارک باشد. الله سبحانه و تعالی شما میخواستین کنسیر نشانتین، میخواستین ارتیست بیارین، میخواستین باید بالتبای خدا خواهد از تاشکن یک عطسی دنداره بیارد. میگه الحمدلله شما که راه الله خواستین، الله انشاءالله خدا خواهد سرشاری زندگی شما که به نام الله سر شد، عاقبت خوب میشود، عاقبت انشاءالله به میشود، عاقبت نوک میشه. چون در اینجا فقط سخن خدا، سخن پیغمبر میشود. در کدام خاندانی که میگه سخن قال الله لا اله الا الله محمد رسول الله میشود، در خاندان انشاءالله رحمت خدا نازل میشود، برکات خدا نازل میشود انشاءالله خدا خواهد. شما اکنون عزیزان من، الله سبحانه و تعالی سوره نساء است در چندین موضعش برای ما شما خداوند طرز زندگی کردنی زن و شوهر برای شما معلومات داده است. الله در قرآن عظیم و شأن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشروهن بالمعروف. یعنی شما زندگی کنه چی؟ زندگی خوب کنه انشاءالله خدا خواهد. من میبینم امروز سرچشمه زندگی شما شیرین است. خدا خواهد 1 ماه و 2 ماه شیرین میگذرد، بعد 1 ماه و 2 ماه پرابلم و خدا خواهد برمیخیزد. چیزی که یک دیگر کافتن سر میکنن داماد و عروس، چیزی که یک دیگر کافتن باید که این خیسته نباشد. اون چیزایی که ضبط شدگی از خدا خواهد تا دوری خدا خواهد عقد نکاح جمع شدن و اکن او دلیتش کن پرتش اکن از نو خدا خواهد فلش کرده تمون از نو انشاءالله محبت جاویدان، محبت اکن سخت بر انشاءالله خدا خواهد. اسلیه که محبتی که در بالا ذکر کردیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با خدیجه مادرمون حیات شیرین بودن، چی با عایشه مادرم الحمدلله، چی ابوبکر، چی عمر، چی عثمان، چی علی با زنهاشون چنان معامله خوب میکردن، چنان زندگی خوب کردن که بعد وفات خدیجه رسول الله بعد وفات خدیجه سال ماتم اعلان کرده است. ببینید سال ماتم از چه زندگی شیرینش. ولی ما شما از زندگی ماندگی از دلمون نه گفای زن خدا خواهد خوب است، نه ما مردا گفامون خوب است، نه محبت انشاءالله خدا خواهد بین دیگر خوب داره. این زندگی نیست عزیزانی من. زندگی را خدا خواهد سرچشمش خدا خواهد از خوب سر شد به خوبی باید که انجام دهد. انسان در خداوند 4 بخت میداد است. بینید 4 بخت. یکی بختش انشاءالله خدا خواهد یعنی حولیک شد، یک تا بختش. یک بخت میداد است انشاءالله خدا خواهد زنی صالحه، زنی که خدا ترس خدا جو است الحمدلله، قدر شوهرش میرسدگی. و یکی دیگر مرکب خوب خدا خواهد، یک ماشین خوب.
انشاءالله خدا خواهد. یک بختی دیگر این همسایه خوب است. این همسایه هم اگر نابا باشد زندگی تلخ می شود. همسایه اگر خوب باشد انشاءالله زندگی خوب می شود. امام اعظم رحمت الله علیه همسایش زمینشون رو میفروختگیشتن 2 ستون زمین گویم اگر تقریبا بلند پولش گفتن $10,000 گفتن. آدم ها جمع شدن تو برادری حوالی تو به هیچ قدر پول نمیارزد. تو میگی که این قدر پول امیدانی که من کیا فروخته شدم؟ من همسایه فروخته شدم که من به یک انسانی معتبر، انسانی مشرف، انسانی بزرگ چی هستم؟ همسایه هستم. بینید این همسایه خوبم یک بخت است انشاءالله برای ما شما. بینید برای این زنی صالح هم یک بخت است. خدا نگه دارد. حضرت مولا میگن زنی فرمان بردار پارسا کند مردی درویش را پادشاه. اگر زن فرمان بردار باشد پارسا به طاعت و به عبادت و خداجو باشد انشاءالله پادشاه میکند در بین قوم، در بین جمعیت، در بین محله و در بین شهر یک انشاءالله خدا خواهد بای میشه. زنی فرمان برداری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. شب غمداری غم مخور که یاری موافق بود در کنار. اگر یار موافق باشد در کنار هیچ غم نخور، غم زندگی را نخور، غم عذاب را نکش انشاءالله خدا خواهد. وقتی که اگر پارسا باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 3 کس خدا از عذاب قبر خلاص میکنه. 3 کس اینم هر سهش هم زن است. یک زنی که میگد از برای کمبغلی شوهرش صبر و طاقت کند، در راه طلاق پیشکش نکند که من ساعته من با تو زندگی نمیکنم، تو من پایسته نتونی، تو من خورونده نمیتونی، پوشونده نمیتونی، پایسته نمیتونی. نه، صبر کند میگه طاقت کند. او زن الله سبحانه و تعالی از عذاب قبر خلاص میکنه. یکی دیگر زنی که از بدخویی بد اخلاقی شوهرش طاقت کند. امروز جوان ها هستن، من میدانم اکثر جوان های ما شما فقط اخلاق های خوب ندارن. حضور میبخشه اخلاق های خوب چی هست؟ چون که امروز در خدا خواهد سعیدی انشاءالله خدا خواهد اینترنتی ما در سعیدی خدا خواهد ما چند کسا زن ها مراجعت کشید اومده سادیه گفته سادیه دو مراجعتش نویسته است. زنی شوهر من مسجد میرود، نماز جمعه میرود، لیکن از دهنش نجاست میریزد. فقط من حقارت میکنن، من میرنجونن. این کجاست نماز است؟ حق میگن. اگر خدا خواهد اخلاقی برداشته باشه نسبت زن، نسبت فرزندان، نسبت بچه‌ها اخلاقی برداشته باشه نماز هم درست نیست. چون خدا قرآن نمیگه سوره تحریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینه گفت نماز شما را از کارهای بی‌شرمی به حیاتی باز می‌دارد. این خصلتی کی بود ناختن؟ حقارت خصلتی کی است؟ خصلتی پیغمبر است. محمد صلی الله علیه و سلم می‌ناختن، ابوبکر حقارت میکرد، عمر حقارت میکرد، عثمان حقارت میکرد. بیا فقط بیا پیش من. ما شما یک زن خدا خواهد پایسته نمیتونیم. پیغمبر محمد صلی الله علیه و 11 زن داشت. ما شما یک زن خدا خواهد زبان شوتر نمیتونیم، زندگی شیرین کردن نمیتونیم. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و 11 زن زبانش نیافت، با 11 زن معامله میکرد. چونان معاملهش بکی حتی همه زنهاش آرزو میکردن که محمد یک دقیقه از وی دور نباشد. یه روز میدانی محمد عایشه مادرم چی گفت؟ گفت عایشه جان تو زن تا خدا خواهد جانم گو. این عیب نیست؟ که عیب دانست از خدا خواهد؟ لبافنیک تا میگوی کو؟ شاید یک لبافنیک داشته چی خدا خواهد یکون جانده خدا خواهد هر گه پای شینینش میزنی، نه مرمر میمونی، نه خرمر میمونی، نه دیگه عشم میمونی. زنی نکای حلالت بدقل معامله میکنی. کجاش این ایمانداری است؟ اینم بچه های نماز کن. شما چنان معامله کنه که همسایه به نمازت از شما دیده حواس کنه، آرزی زندگی شما را دیده. پیغمبر میگفت زنها شد جانم شیرینم ریحانم اصلم میگفت. یا عایشه مادرم که یا عایشه گفت هر شوشیسته چای خوردن از جام گجای پیاله
چای خوردی که لب رسیدگی باشد از همونجا گفت من چای خوردم. این محمد خصلت شد. شما اگر خدا خواهد مردم میگه که زندگیم تلخه، اول بسیار آدم شکایت میکند که حرمت نمیکند، باز نمیکند، همش وابسته به شما است. شما پرزیدنت خانه هستید، خدا شما را مدح میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء. ما میگن مردها را تربیت کننده آفریدیم در بالای زن. کجا تا که تربیت گری؟ خودت به ادبی و خودت تربیت نداری، زن بچه تربیت میکنی. از کجا باید تربیتش کنه به وای برسونیش بعد؟ و بچه ها از شما چی بگیرد؟ فقط حقارت کنی. نماز هم قبول نمیشه گفتت مونم. اگر لفظت بد باشد علامت دوزخی اختش میگن لفظ شیرین ندارد. این علامت دوزخی است. فقط حقارت میکند. از دهانی وی فقط نجاست میرزد، از زبانی وی همه در آزار است. در وقتی غضب میگه زبان را نیکو نگهدار، که در وقتی غضب ها زبان میشود مار. زبان در وقتی غضب مار میشود. وقتی که مار شد هر گونه قلب زبانم خدا خود میگزی. اگر زن تا بسیار حقارت کن آخر از زندگی هم دلش میموند. دیگه بیا با هم مردی دقیق چیکار میکنیم دیگه، بیا از این در به شوهر گردم خوب است. کدام روزه یک وقتی یک زن رفت خدا خواهد از زندگیش تلخیش گفت داملا جان گفت این در به شوهر گردم خوب است. من میشاکی تیار قد حقارت میکند، عرق خورده میآید بالای بامان نخوارت که جام است. این زندگی نیستی. مرد خیلی مرده که همسرش خدا خواهد در بالای بام خور میکنه. همسر بیچاره دلش در تاکی حتی یک زن گفت من نماز خانم داملا میاد از عقیبم از لینگیام کشیده لغت کن میکند نماز نخونفته وی کافر است. کسی که از نماز کشیده من میکند وی کافر است. چه داری که خدا خواهد تا چه اندازه رسیدی؟ نرختی مرعودی بدبخت شما را به چه اندازه برسید که زنهای نمازخوان شما از شما دلگیر. اشارت میگن از دست نماز نخوانم، گاه دریزه را میبینم گاه خدا را به یاد میارم. همین میگن استغفرالله است. ولی همین شما خیلی کار پرتا انشاءالله خدا کرد. این خیلی چیزا را پرتا اخلاقی خوب کن. زن فاید از گبی خوب گبی شیرین زن که زن خدا خواهد هر لحظه آرزو کند که یک دقیقه شوهر میجا نرود. حتی مسجد را اگر خدا خواهد پایسته بستد اومدن تا مسجد اگر مردجا دستر بیو. این زندگی خوب است. دقیقا کنی زندگی میگذارد حوالا نشو. حیات نمیستد. حیات مثل ساعت از دور زدن میگیرد. پیغمبر گفتن دنیا ساعتون فجعلها طاعتون. دنیا گفتن یک ساعت است عزیزان من امتای من. در یک ساعت وقت غنیمت دونیستن طاعت عبادت زندگی های شیرین کن. جوانی 20 سال است عزیزان، در 20 سال جوانی تا نسوزون. 20 سال حق داری. بدی چه دولمدی بچه ها کلون نشد، دخترها کلون نشد، همه خانه کردن در در کردن جا کردن در کار. عموما جدایی ها سر میشود، بیماری ها فرا میگیرد. زندگی شیرین 20 سال است، 20 سال هم تلخ و شور. من بعضی بار ناجوان مردان بینن پرتافته برفته است. زنهاش بیچاره 5 سال و 10 سال نامده سال است. این چی زندگی است؟ بعد میگه زن رای بد میرود. کی سبب گار است؟ فقط تو جواب میدی. انشاءالله پیش الله هنده. زندگی فقط از یک نان عبارت نیست. بار از بار نده ما زبانش خسرش دراز نان است. همش از داملو از چی مینالد؟ شوش نیست تو. از این سال عادی میارم شما ده من اینجا کلم سال هستید کنی زنت اجازت پرسه که من 1 هفته رفته در خانم خواب میکنم اجازت میتی؟ گو مرد باشه گو ادرازی نمیشه. یکی زنی بیچاره خدا خواهد پرتافته میره 8 سال و 10 سال این ظلم نیست؟ ولی پیش الله نه جواب میتی. ولی چیرایی که ناجویه صرف میکنی زنهای بیگونه ای اون بدبختان در انشاءالله پیش الله نه جواب میتی. زندگی حتی آشنون عبارت نیست. زندگی خدا خواهد با لذت ها دارد، شیرینی ها دارد که یک شبش به 1000 شبی برابر است. گذار آدم بیچاره
و چی وجدان است وای؟ زندگی چیه؟ همه زندگیش دلم جمع میگذرد. جدا نگذرد برفتی در یک ماه، در یک سال، در 2 سال بیا. یک ماه 2 ماه پیش زنی بس. وقتی که با تیرماز خدا خواست، ولی بعض جوانان زن گرفته هستن بلیتش گرفتگی است. میدونه بلیتش خردگی است. یک ماه 20 روزه. 20 روز با زندگی بکنار میپرد میرادیم بعد اونجا میراد خدا خواهد اونجا بسیار زن اونجا زنهای بیتموز پر میگردد بعدی بیچاره کجا برود کی ناز کند کی شکایت کند کجا برود همین گوت هر روز انت یک بگه نتش باعث میکنم من میسالت میارم حیوان هم میسالت میارم هر بگه مشکاسی یک بگه نتش اوغلا میکچونم امی من گجاشی چوار پره گل کردی ام من ندادی زن که جه هم ختمون خودت خدا خواهد انشاءالله زن شو و خدا خواهد سفر برا کنی گجا در نمی که گجا نمیخوره بلیم انصاف هم در کار است زبس کنه ننو راستی چون نپرده برفت از 10 سال 5 سال بیچاره خدا خواهد دختراش خورد بچه ها خورد مادر چنی خودش تربیه میکنه نیاد نبرد مادر ضعیف است چنی خود سیاست میکند مرد چنی خود سیاست دارد ما میدانیم خدا خواهد شما در مسافرت میگرده اکثری لذت های زندگی مشقت هاش و دشوارش نمیدونه برای شما آگاه باشین انشاءالله خدا خواهد برادرها انشاءالله خدا خواهد زنها خوار نکن پگه خدا خوارت میکنه قدر زن نرسی الله نمیرسوند یک روز برای فقط خدمت نیست و غلام نیست از اون بعد جوان ها مبادا زنش یک ناز کله گفت نه حقارتش میکنست با بجای یک اقل همونجا استادن گبی خوبش نمیزنی های ناانصاف اومده نمیتونی اقل گبای شیرینش نمیزنی خودم مرد زنک جان صبر کن خدا خواهد انشاءالله میرم من 1 سال نیم سال که کارم ندهی دستش چیکار کنم التماس بکنم نمیتونه بجای با یک بیچاره حتی با مادر و ای بوده است که در جمعیت ما به شوهرش گپ زدن نمیمونده است انا دهشتاش در کجا بوده است شکایت های من رفتی دست خواهرها پیشوی ما آمده در کابینت من خواهدشا پرداخته رفته سادیه این زندگی نیست همین اون چه که خدا خواهد انشاءالله میخواهی زنتنم روا بین زنم میخواهد انشاءالله خدا خواهد ششلی خورد زنم میخواهد انشاءالله آش خورد زنم میخواهد انشاءالله سمبوسه خورد زنم میخواهد در چای خونه رفته شیند نمیخواهد چون محیا کرد نمیتونی برای شما دلیل میارم از بازار من میدانم خدا خواهد من توریم گوشتان در سودا میکنم از همین بازار جدا دور کند 1 کیلو 1 کیلو گوشت میگیرد 2 کیلو گوشت میگیرد نکی 1 کیلو گوشت بچه ها تا دورش میخورم جدا بعد خونش آورده با چی میفته است اینا نمک کردمون با خود نخری میمون میره کجاست عدالت است اگر خدا خودم گوشت خونه نورده زنت نده انشاءالله تاری سر نبرداشتت نگرده تو درود کن همون چیزای خوبه همون چیزای زیباره همون چیزای خدا خواهد شرایطاش معیا کن یک دهنگم نمیزنه چون شرایطی خوب ندارد بعد ما کلونگری که در کوچه ها میگردیم حتی خدا سبحانه و تعالی بینن در قرآن چی گفته است که شما زندگی های خوب کنه 5 هر در بالای ما و شما هست یک تاش میگد آن چی که خری همسر تا خورو هم 2 تا شاشی خودی می 2 تا شاشی گیر بیو 2 تا سموسه خودی می 2 تا سموسهش بیو آن چی که میگه پوشونی پوشانش وقتی که ما شما 200,000 و 300,000 شیم کسی میخریم برای چی زرتنه نمیخریم کنیم برابری برادری کن و بیچاره من فصل زمستان میشه بعضاز معصی ندارد لباس های تنوک بیچاره خونه کنن لرزیدن تا بگانیه با کار میکنن این گجاش انصاف است گجاش عدالت است عزیزانی من این همش توصیه چی است پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم است صبر کنن طاقت کنن انشاءالله خدا خواهد زنها را حرمت کنن زنها را باید که مردها را حرمت کنن
چقدر در بالای زن گفتیم برای زن ها میگیم. زنم انشاءالله خدا خواهد من عروسی امشب امروزه که اینجا اومد وظیفه خدا خواهد باید که دختری شکند. وظیفه چی است امروز؟ الحمدلله امروز در خاندان همچون دختر قبولش میکنه یا نمی؟ اگه با تبا خدا خواهد یعنی همسرشون کتید دخترم گفته معامله میکنن یا نمی؟ دخترم گفته مراجعت میکنن اگه باید که دختری شکند خدا خواهد انشاءالله. از دست چی هنر می آید چی کار می آید دریغ ندار. خدمت که خدا خواهد حرمت که 18 ساله که پدر تربیت داد امروز در 18 سال می شود. این مردم زنهای بیگانه می آید تو را می سنجن. من ایستالا رفتار میکنه چقدر گفتار میکنه چی میگوید چقدر معامله میکنه می سنجد شما در سنجش الهی هستی. برای همین اولا خدا خواهد شوهر تا حرمت کن. روز قیامت الله سبحانه و تعالی محکمه سودی داره عزیزان من. محکمه سودی ما شما را سود میکنه. مثل امروز سودای دنیا خدا خواهد روز قیامت الله ما شما را سود میکنه. یک مردار روز قیامت بعد نماز و طاعت و عبادت و روزه و زکات و حجش از حق پدرش میپرسد. پدر تا خدمت کردی نه. زنها را بعد از طاعت و عبادت و نماز و روزش از حق شوهرش میپرسد. اگر شوهرش راضی باشد با جنت میدرد الا نمیدراید. جنت جای بازی نیست. برای جنت چیکار میکنی؟ عمل میکنی. برای جنت حرکت میکنی انشاءالله خدا خواهد. زنها حیات نبراید. ایو امراتی میگه پیغمبر بزرگ ماتت و زوجها ان راضین دخل الجنه. کدام زنی که وفات کند در دنیا اگر شوهرش ایره و راضی باشد انشاءالله جنت بدهد الا نه. کدام زنی که گفت پیغمبر بزرگوار 5 وقت نماز خوند عورتاش از مردای بیگانه محکم کند حجاب کند شوهرش خدمت کند ای کدام دری که جنت که 8 دروازه دارد از کدامش خواهد الله سبحانه و تعالی روز قیامت داخلش میکند. زنها هم خدا خواهد حیات نبرارند. زنها هم وظیفه دشوارترین است. پیغمبر علیه السلام گفت اگر خدا سبحانه و تعالی انسان را سجده کردن میفرمود من زنها را برای شوهرها سجده کردن میفرمیدم. تا این قدر بزرگی دارد. اگر سجده کردن خدا اجازت میداد لیکن سجده کردن برای انسان به انسان کفر است. من سجد لبنی آدم فقط کفر گفت پیغمبر. کسی که آدم را سجده میکنند و کافر میشود. من پیغمبر بزرگوار فاطمه مادر نگفته که سخناش بس همین دخترها میرسانم. یک روز بینین فاطمه مادر مو به حضرت علی حضر مذاق میکنند. وقتی که حضر مذاق میکنند یک کمی سختتر میزند حضرت علی خفه میشود. 7 مراتبه در اطرافش دور میزند میگه زن جان راضی شو مرد جان راضی شو من خطا کردم. حضرت علی تبسم میکنند من راضی هستم لیکن طاقت نمیکند. حضرت فاطمه مادر بود پیغمبر علیه السلام بهترین دختر شو شیرین ترین دختر شو دوان میگه پیش پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگه پدر جان یک گناه کردم. بچم چی کردی گناه؟ همین گناه همین که داماد شما علی خفا کردم. من گناه از خدا پرسید. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم دست بالا نبرداشت. یگانه یک سخن کرده گفتن که یا گفتن فاطمه علی راضی شد گفتن علی راضی شد. علی راضی شد حاجتی از خدا پرسیدن نیست. یا که آگاه باشن که لو متی قبل رضای علی ولا تصلی جنازتکی. اگر علی خفا میکرد و میمردی من جنازت نمیخوندم. تو نگو که من دختر پیغمبر هستم. اگر گفت رسول الله کدام زنی که مثل بی مریم عبادت داشته باشه مثل بی مریم میدانی کسی خدا خسوله مریم است. بی مریم زن صالحه بود که از ما 100 مراتبه افضل بود که از جنت برای دسترخوان می اومد. اگر مثل همین گفت طاعت عبادت کند و شوهرش ناراضی باشد وای دوزخی است. تیار نبرد تو زن شده مفته خلاقت بسیار بالا نمیبری. وظیفه های خلاقت زنانه تا حرمت عزت خدمت انشاءالله خلاقت بجا میاری.
رضا الله فی رضای زوج. پیغمبر گفتن رازگی خدا در رازگی شوهره و غضب الله فی غضب الزوج و غضب خدا گفت در غضب پدر و شوهره. کدام زنی که میگه اگر شب شوهرش کار کند دعوتش کند نزدش سرکشی کند تا دمیدن صبح لعنت خدا بر همون زن است. تمامی فرشته ها الله همون زن لعنت نکرد که برای شوهرش اطاعت نکردنش. اگر نگه شوهر تمامی وجودش چی شود یعنی یاره شود تمامی وجود زخم شود به زبانش تازه کند حق اخلاقش شوهرش ادا کردی نیست. ایاد نبرد این زن ها زن اخلاق خواهد جنتش یست شوهر است. جنتی بر بچه ها پدر و مادر است. نیاد نبرد